صدقه فطر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض کردن یک سا گندم یا یک سا جو یا یک سا خرما یا یک سا میز یا یک سا عقید. این تمام اهل مدینه، غالبی تمام اهل مدینه بود. اگر شما به تاجیکستان دادنی باشید، تمام تاجیکستان ارد است. تمام معتدل مردم تاجیک تمام رقم یک این ارد است. سو در بعضی کشورها تمام رقم یک برنج است. در جای ما تمام رقم یک این ارد است. یعنی 3 کیلوگرم تقریبا ارد برای یک آدم. اگر 10 کس باشید در خانه 30 کیلوگرم ارد میتید. لیکن بهتر است که مثلا در یک خانه 5 کس باشید، مثلا به یک فقیر صدقه فطرتون میتیدن، همین 5 کس به 3 کیلوگی 15 کیلو مثلا تمام دادن در کار. اگر همین 15 کیلو تمام گوناگون کنید خوب میشه. مثلا 3 کیلوگرم گوشت، گوشت هم بعضی علما ذکر کردگی هستند در تمام اهلی بلد. چون بعضی آدم ها منطقش همین خیلی جا که تمام رقم یک گوشت حساب میشه. مثال 3 کیلو برنج، 3 کیلو گوشت، 3 کیلو برنج، 3 کیلو خرما، بعد 6 کیلو مثلا ارد تیدگر، تقریبا یعنی روی در سرخانش چیزای گوناگونی ها مثلا 3 کیلوگرمش میز دادید. شیرینی، میز هم میوه، خرما هم شیرینی هم میوه، گوشت، برنج، ارد. بسیار خوب میشد اگر همین خیلی تیتون، یعنی 3 کیلوگی میکنید هر از 5 تا چیز. گوشت چیزی میخوردگی، برنج چیزی، البته چیزای میخوردگی خریدن، چیزی میپرتافتگی نه. از گندم تمام نه الکی. از به یک بیچاره اگر 3 کیلو گندم تید یا 10 کیلو گندم تید چون میکنه گندم؟ و ماشین ندارد که به آسیا برد، یا باری زیاد کی میتید و همین روز خورده نمیتوند. بنابراین آردی تیار یا اینکه برنجی تیار، برنجی او آدمون نمیخوردگی و بعضی آدمون نعوذ بالله الله تعالی میگه ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، چیزی که پست شما صدقه نکنید. برنجای میتزدگی و کرم خوردگی و هر چی صدقه فطر به صاف این خیلی نمیشه. نعوذ بالله. برادری مسلمان شما روزی عید و خورد بهترین برنج، بهترین آرد، مثلا بهترین خرما، مقصد از خرما فینیک است. این خرمایی که در جای ما است این خرما نیست، نامش خرمالو هستی. مثلا خرما یا میز 3 کیلوگرم یا گوشت 3 کیلوگرم. حتی گفتیم که بعضی منطقه‌ای که در لب آب زندگی میکنه طعام اساسیشان ماهی هست، اجازه است که 3 کیلوگرم مثلا ماهی تیادم گفتیم. مقصود همون طعام اهلی بلد، طعامی که همین چه روزا میخورد، همون طعام چی مردم میخوردگی طعام باشه. اگه خیلی طعامی نمیخوردگی نباشه، مثلا 3 کیلوگرم مکه تید، مکه نمیخوره آدم، چیزی میخوردگی دادن.